Assalomu alaykum. Imro'z diqqat ro'zg'oyi xotirmon برای مردم دهه سیدی پولی که از طرف حاج عبدالحمید و طرف فیروز کوکو را بنیاد نمودند و برای گشوده شوی این کوکو محترم رئیس شهر بالازاده عبدالخالق اشتراک کردند. به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه زیدی سه پول نو به استفاده داده شد. پول اول که دهه‌های میندانه و زیدی را به هم می‌پیوندد با مبلغ گذاری فیروز و با حشر ساکنان دهه‌های زیدی و میندانه بنیاد گردید. پول دوم که دهه زیدی را به هم پیوست می‌کند با مبلغ گذاری عبدالحمید و با اشتراک فعال ساکنان توسط حشر عمومی ساخته شد. پول سوم نیز با مبلغ گذاری و حشر ساکنان محلی بنیاد گردیده برای بهتر نمودن شرایط رفت و آمد و آسان نمودن زندگی مردم به استفاده داده شد. در مراسم افتتاحی این انشاءات مهم اجتماعی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده اشتراک نموده سهم ساکنان و شخصان سخاوتپیشه را در آبادانی و رشد دهات بلند ارزیابی کرد. تاکید گردید که بنیاد این سه پل نمونه عالی همبستگی و تندرستی و سهمگذاری در کارهای سازندگی و بنیادکاری بوده. همچون تحفه ارزنده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شدند. این اقدام برای بهتر شدن انفراساختار، تأمین رفت و آمد بی خطر و رشد من بعده دهه اهمیت کلان دارد.